دوستان، اینجا چنل من الیا هستم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اگه دوست دارین که چیزایی درباره ترید بدونین که خیلی مبتدیانه است و در واقع شروع از صفر ترید رو داشته باشین، کانال من سابسکرایب کنید و در واقع اون ویدیو اولی که راجع به کلیات ترید صحبت کردم همین چیزای مهمی گفتم. اگه دوست داشتین اون رو ببینید، ولی خب اگر هم ندیدین از اینجا به بعدش اوکی، از اینجا به بعدش ببینید. تو این قسمت گفتیم که در واقع در قسمت اول گفتم که ویدیو بعدی قراره راجع به سرمایه صحبت، راجع به سرمایه که ما قراره وارد ترید کنیم و در واقع ما حالا روش خرید استیبل کوینی به نام تتر از صرافی ایرانی. پس تو این قسمت کلا دو تا مبحثه، یکی اینکه کدوم سرمایه‌مون رو ما وارد کنیم و مدیریت سرمایه داشته باشیم تو ترید کردن، و در واقع قسمت بعدی یاد میدم که چجوری از صرافی ایرانی تتر بخریم. قسمت اول که راجع بهش صحبت می‌کنیم سرمایه است. ببینید شما یک چیزی تحت عنوان سرمایه دارید، یک چیزی تحت عنوان عایدی دارید، یک چیزی تحت عنوان حقوق دارید. خب یک مبلغی رو چیکار میکنه برای شما در واقع به وجود میاره، این حقوق شما، این عایدی شما. حالا از هر جایی یک در واقع ورودی دارین، یک پولی وارد زندگی شما میشه، این میشه کل سرمایه شما. خب از این قسمت سرمایه یک قسمتش خرجیتون رو در واقع تشکیل میده، هزینه‌های روزمره زندگی هر انسان، با اون قسمتش هیچ کاری نداره. یک قسمتش چی میشه؟ پسنداز. پسنداز یعنی چی؟ یعنی اون پولی که شما نیاز نداشتید از اون سرمایه‌تون و گذاشتین یه گوشه که کاری باهاش انجام بدید یا در مواقع لازم ازش استفاده کنید. هر انسان عاقلی مقداری از پولش رو نگه می‌داره برای آینده. حالا این پس‌انداز شما قرار نیست بیاد تو ترید. مثلا در واقع اگر اینو 100% در نظر بگیریم، پس‌انداز رو شما قراره 20% رو بیارین تو ترید. 20%. چرا؟ چون که هنوز اول کاری، قرار نیست وارد دنیای حرفه‌ای بشین و در واقع حتما همیشه سود داشته باشین. اول کار هر انسانی ضرر داره، هر انسانی شکست داره. اگه 20% سرمایه نباشه، بیشتر باشه، چه اتفاقی براش میفته؟ در واقع زندگیش دچار مشکل میشه. مثلا شما حالا با در واقع با عدد صحبت کنیم، شما ماهیانه $200 در واقع سرمایه، کل سرمایه‌تون ماهیانه $200. خب از این $200 $100 چی میشه؟ هزینه میشه، هزینه‌های روزمره هر انسان، و $100 پس‌انداز میشه و $100 پس‌انداز میشه. حالا شما 20% از این $100، یعنی 20% از پس‌اندازتون رو وارد ترید باید بکنید که میشه چقدر؟ $20. یعنی چقدر؟ یعنی 2 میلیون تومان تقریبا، که حالا 2 میلیون نمیشه، 1.7 میشه چی؟ میشه وارد ترید. باید $20 وارد ترید بکنید. چرا؟ چون اول کار. چرا میگم دلار؟ چرا میگم در واقع با خارجی دارم صحبت می‌کنم؟ چون این دنیای ارز دیجیتال فقط با دلار کار می‌کنه و دلار دیجیتالی که ما قراره باش کار کنیم تتر هست. تتر که می‌ریم الان در واقع در پارت بعدی راجع بهش صحبت می‌کنم که چجوری قراره تتر بخریم. اوکی؟ پس شما یه هزینه دارید، در واقع یه سرمایه دارید. این سرمایه تقسیم بر دو میشه یا تقسیم بر هر چند، بستگی به هزینه‌های شما داره. هر چقدر از این هزینه در واقع سرمایه شما خرج هزینه‌تون شد، بقیه‌اش میشه پس‌انداز شما. پس‌انداز شما هر چقدر بود 20%ش میشه چیزی که وارد ترید می‌کنید. حالا یکی سرمایه‌اش $1000، در واقع کل سرمایه‌اش $2000، $200 وارد ترید می‌کنه. یکی سرمایه‌اش $20، $2 وارد ترید می‌کنه. مهم نیست اصلا. شما یاد بگیرید در واقع کاری نداره افزایش این سرمایه، و در واقع اولش باید یاد داشته باشید که این 20% خیلی بهش پایبند باشید. چرا؟ چون ممکنه کل زندگیتون رو تحت شعاع قرار بده و مشکل براتون ایجاد کنه. همین. پس کل چیزی که ما در واقع، اینا مسئله قبلی بود، کل چیزی که ما در این قسمت در این پارت صحبت کردیم راجع بهش سرمایه بود. چه سرمایه‌ای رو باید وارد کنیم؟ کل سرمایه در واقع کل سرمایه منهای هزینه هامون 20% اون مقدار که میشه پس‌اندازمون، 20% اون پس‌اندازه رو وارد ترید خواهیم کرد. خب قسمت بعدی که در واقع ما راجع بهش صحبت می‌کنیم خرید تتر، نحوه خرید تتر. شما میاد اینجا سایت نوبیتکس. چرا نوبیتکس؟ چون من خودم با نوبیتکس کار می‌کنم و خیلی ازش راضیم، کار ندارم مثلا صرافی ایرانیه دیگه، هیچ لزومی نداره شما در فلان صرافی داشته، فقط یک جایی باشه که ریال های شما رو تبدیل به تتر کنه. من از نوبیتکس استفاده می‌کنم، نوبیتکس هم آموزش می‌ذارم، هیچ فرقی با آموزشش با در واقع صرافی‌های دیگه نداره. خب هر صرافی ایرانی شما برید میتونید تتر بخرید، فقط قبلش یکم در واقع راجبش تحقیق کن که کلاهبرداری نباشه. همین. پس نوبیتکس.ir وارد سایت میشین، چه اتفاقی براتون میفته؟ وارد این صفحه میشین. اینجا یک ثبت نام، یه ورود داره، اینا رو انجام بدین، اینا کاری نداره انجام دادنش. بعد که وارد شدین به این قسمت وارد میشین. توی لپتاپ، توی گوشی هم هیچ فرقی نداره، راحت ترین در واقع صرافی که من تا حالا باهاش کار کردم همین نوبیتکس بود. قسمت بعدی باید شما در واقع چیکار کنید؟ واریز داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی این قسمت یا هر قسمتی در واقع شما ریال رو دیدید IR
رو دیدین، به این قسمت واریز میرین و در واقع از اون حساب بانکیتون چیکار میکنید؟ ریال واریز میکنید به اینجا، در واقع این کیف پولتون، این کیف پول نوبیتکس. اوکی، پس به این کیف پول نوبیتکس ریالاتون رو واریز میکنید و بعد چیکار میکنید؟ و بعد تبدیلش میکنید به تتر. چجوری؟ وقتی ریالاتون واریز شد میان اینجا خرید تتر، خرید هر چیزی با هر چیزی، در واقع هر چیزی رو توی صرافی میتونید با ریال بخرید، یعنی بیت کوین هم میتونید با ریال بخرید. ولی خب کار ما این نیست، کار ما خرید یک ارز نیست، کار ما در واقع نوسان گیریه. کاری نداریم شما مثلا میخوای بیت کوین بخری 20 سال مثلا نگرش داری، اصلا مهم نیست برای ما. خب میتونی همین الان بری نوبیتکس در واقع مقدار بیت کوین بخری، هیچ سختی هم نداره، تتر هم نمیخواد، با همون ریالات میتونی هر ارزی که لازم داری بخری. ولی خب کار ما صرافی ایرانی نیست، کار ما صرافی خارجی. تا الان هم فقط سرمایه رو یاد گرفتیم که مدیریت کنیم و یک وارد شدن به نوبیتکس رو یاد گرفتیم. هیچ چیز فراتر از اونی بلد نیستیم ما. اوکی، میان اینجا در واقع هر چقدر که ریال وارد کردین همون قیمت رو در واقع هر چقدر که تتر میخواین به همون اندازه ریال وارد میکنین، تتر رو میخرین. هیچ در واقع سختی نداره، هیچ سختی نداره. خب تتر رو میخرین و بعد باز در واقع من جلوتر قراره بهتون بگم که چجوری این تتر رو وارد صرافی خارجی کنید. چرا؟ چون صرافی ایرانی اون چیزایی که ما میخوایم نداره. اوکی، پس کل مبحث ما همین شد. کل مبحث ما این شد که آقا سرمایه داری، کل سرمایه‌ت رو هزینه‌هاشو ازش کم کن، میشه پس اندازت 20% پس انداز رو وارد تتر ترید کن، یا هر چقدر دوست داری وارد ترید کن، ولی بیشتر نکن آقا. اوکی، نکن، وارد نکن. چرا؟ چون اذیت میشی. چرا؟ چون مثلا یهو کل پس اندازتو میاری وارد یه اتفاق برات میفته، از دست میدی، میری تو ضرر، از دست میدی، بعد چیکار میکنی؟ بعد کلا دیگه بیخیال این ترید میشی، کلا دیگه بیخیال هدفت میشی. اوکی، پس نکن این کارو. مبلغ کم بیار آقا جان، اصلا این 20 دلار رو نیار، 20% پس اندازت شد 20 دلار، تو دوست نداری 10 دلار بیار. خب اصلا وارد اون در واقع اون جو این که سرمایه گنده بیارم و سود گنده کنم نشین. خب مرسی. و در واقع همین شد دیگه. مبحث امروزمون همین سرمایه شد و همین نوبیتکس، خرید تتر، هر صرافی دیگه ای اتفاق افتاد، هر جای دیگه ای که به شما تتر میداد و میتونید قابلیت انتقال داشت، میتونید برید ازش تتر بخرید، هیچ مشکلی هم نداره. تتراتون رو میخرید تا من در واقع ویدیوهای بعدی بگم که چجوری وارد صرافی‌های خارجی کنید، چجوری باهاش کار کنید، چجوری باهاش رمزارز بخرید، چجوری باهاش پوزیشن باز کنید، چجوری ازش سود بگیرید، چجوری تتراتون رو افزایش بدین. اوکی، تموم شد. یعنی چیزی که ما امروز می‌خواستیم بگیم و بهش رسیدیم. خب تموم. نوبیتکس هم در واقع من هیچ چیزی ندارم باش، یعنی هیچ زد و بندی باش ندارم، ولی صرافی باحالیه. هم مثلا سرعت انتقالش زیاده، هم کارمزدش نسبت به صرافی‌های دیگه کمتره. اونجوری که من تجربه کردم اینو. حالا شما هر صرافی دیگه هم که برید برید انجام بدید، تتراتون رو بخرید تا مرحله بعدی. تمام. ویدیو امروز تموم شد. امیدوارم که مفید باشه براتون. اگه دوست داشتین لایک کنید، برای دوستاتون هم بفرستید. ویدیوهای بعدی هر چی جلوتر ببینیم در واقع ویدیوهامون حرفه‌ای‌تر میشه، تخصصی‌تر میشه. اوکی؟ ویدیو اول درباره یه چیزای ساده بود، این ویدیو باز یکم پیشرفته‌ترش کردیم. تموم شد. خدا نگهدار شما. تا ویدیو بعد که احتمالاً شنبه صبح بذارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.